الان مشکلات اصلیمون مشکل اقتصادیه. این مسئله اصلی است. همه باید روی این فکر بکنن. پیچیده است. اصلا مسائل اقتصادی پیچیده ترین مسائل. آدم ببخشید قلاق نمیدونه بخنده یا گریه کنه. نمیخوام دندون رو جگر بذارم. این بابا لامصب قلکون معامله نیست. آخه لامروت تو 2 خط 3 تا پنالتی دادی. پیچیدگی، فکر کردن، بعدش هم از همه بدتر مشکل اقتصاد. من بچه که بودم پسر خالم میگفت توسن دنبال درس و مشقت باش که وقتی بزرگ شدی واسه خودت خری بشی. ما هم 4 نعل گذاشتیم پشتش تا به اینجا رسیدیم که الان خدمت شماییم. حالا این وسط این اسکل با این ریخت و قیافه اسقاطی میخواد الکی خودش و قاطی ما خراب کنه. من یه دفعه با آقا معظم رهبری صحبت کردم. از شدم آقا یه بار من سمج کنیم. جلال خالق تو روز روشن داره دروغ میگه. به جون هرچی خر قسم تو عمرش 1 کیلو هم بار نبرده. به نظرم این بابا یه چیزیش میشه. میخواد اعصاب ما رو خط بندازه. اصلا مسائل اقتصادی پیچیده ترین مسائل. اگه این مسائل مشکل نبود الان آمریکا و اروپا و این کشورهایی که درگیرش هستن حل کرده بودن مسئله را. با اون همه تجربیات و سابقه که دارن توش موندن. عرض نکردم یه چیزیش میشه. اجازه بدین یک کمی داستان رو بشکافیم تا ته کار این یارو رو در بیاریم. مخلص شما تو دوران کره‌خری بازیگوش و با کمال شرمندگی یک کمی تنبل بودیم. خاندایی هم که دید ما دم به تله کار نمیدیم ما رو برد یه جایی که همینطور دور تا دور حیاط اتاق بود و تو هر اتاقی هم چند تا آدم مثل این بابا میچرخیدن. به ما گفتن که بیا اینجا خارج بخون. ما رو میگی خیلی بهمون برخورد. زدیم زیر ارعه رو یه دهن سیر دل واسهشون خوندیم. گفتیم بابا ما کل سوات موسیقی داریم. تو خرای محله سولیست نباشیم سوپرانو رو چشم بسته تو رگ داریم. چی رو ما خارج بخونیم. بعدش هم ما با این جماعت آبمون تو یه جوب نمیره. خلاصه خارج نخوندیم که نخوندیم. البته بعد که رفتیم شنیدیم مولای اون مدرسه که همین آقا روح الله بود گفته که اقتصاد مال خره. یعنی نخونده ما شدیم ملا و رئیس اکونومی دپارتمان. حالا این شنبرقوطی اومده پالون ما رو پوشیده و بحث اقتصادی میکنه. الان این مسئله ارز را واقعا دیگه همه رو کلافه کرده. حالا یه قدری دارن مهارش میکنن. خیلی باید روش فکر بکنن. نباید وضعیت ارزی به جا برسه رو باست و پنیر مردم اثر بگذاره. به هر حال ما الان گرفتاری که باش. چرا خودتو قاطی ما میکنی؟ بالاخره ما نفهمیدیم اقتصاد مال ماست یا مال شماست. نکنه میخوای بگی تو هم بلا دوره مثل ما هستی. من یکی که این توهین رو عمرن تحمل نمیکنم. یه ذره بدون شکایت خودم رو 30 ثانیه فکر میکنم. جای صرف جوییه. هر چی میتونیم کم مصرف کنیم. هر چی کم مصرف کنیم گرانی کمتر میشه. تقاضا زیاد بشه، عرضه کم بشه، گرانی پیش میاد. لزومی نداره اینقدر زیاد مصرف کنیم. ای بابا رو که نیست. به سنگ پای قزوین میگه شکومارست. کی از تو راه حل اقتصادی خواسته؟ با این راه حلایی هم که میدی برای بچه رشته‌های حسابداری و بازرگانی و آمار و مدیریت و ریاضی باید بیان جلوی این آدم اسمیت قرن 21 بوق بزنن. بابا جون زیر فشاری خب برو یه فکری بکن. چرا به زور میخوای وارد تیم دسته 1 بشی؟ نمیدونم چی کار کنم. اصلا هر چی فکر میکنم چه بکنیم که از این مهلک نجات پیدا کنیم عقلم نمیرسه. عقل؟ گفتی عقل؟ مگه تو عقلم داری که برسه یا نرسه؟ خیلی مشنگی ها. قبولت داریم. خیلی خری.